شرکت ترانه تقدیم می کند. کی به نرخ دل من ناز نگاهتو میخره، دلپذیرترین ترانه ها با صدای وقتی که سعید محمدی. محمدی. کی برات شونه میشه وقتی تو گریه میکنی توی قحطی امید، به کی تو تکیه میکنی؟ همیشه دیر. اون منم که پای تو از همه چی دل میکنم، همیشه دیر. اون منم که جون میدم به پا تو دم نمیزنم، تا ته قصه عشق شونه به شونه هات میام، از تموم روزگار چیزی به جز تو نمیخوام. کاری متفاوت از قصه گوی عشق سعید محمدی. همیهنان گرامی، بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه، من محمد امینی در بخش دیگری از سری برنامه‌های یک کلمه پاسی رو با شما خواهم بود. چند روز پیش آقای مصطفی هجری دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران در گفتگو با یک شبکه خبری اینترنتی در انگلستان، لندن، اعلام کرده که درخواست کرده از دولت‌های خارجی، از ناتو و ایالات متحده که هر آینه به دعوت حزب دموکرات کردستان یا دیگر احزاب کرد، مردم کردستان یک همچین عبارتی دست به شورش زدند، اعتصاب زدند، تظاهرات کردند و دولت جمهوری اسلامی بران شد که این اعتراض رو سرکوب بکنه، اونها کردستان رو منطقه پرواز ممنوع اعلام بکنند و با ورود قوای نظامی از مردم کردستان پشتیبانی بکنند. این سخنان آقای هجری همراه با ادعای امارات متحده عربی در مالکیت 3 جزیره، تبلیغات دولت عربستان و کویت در مورد عربستان بودن خوزستان، اینها بخشی از یک کارزار سازمان یافته برای دشمنی با تمامیت ارضی ایران به نام دموکراسی خواهی و از میان بردن ایران، یک پارچگی ایران و تشویق دولت‌های خارجی برای دخالت نظامی در ایران هست. آقای هجری و همکارشون، معاونشون آقای شرفی، چند سال پیش هم که در این باره من نوشتار درازی رو منتشر کردم، چند سال پیش هم در هنگامی که دولت ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری آقای بوش به عراق نیروی نظامی فرستاد، در دور دوم حمله نظامی آمریکا به عراق، نه جنگ خلیج فارس، نه موضوع کویت، بلکه در این دور اخیر در دوران بوش پسر نیروی نظامی به عراق فرستاد، آقای شرفی در
گفتگویی اعلام کرده بودند که هر آینه ایالات متحده بخواهد که از ایران، از عراق به سوی ایران هم کاری بکند، یعنی مداخله نظامی بکند، 4 میلیون مردم کرد همراه و همکار و همپیمان آنها خواهند بود. البته بعدها گفتش که در برگردان این مصاحبه از کردی به فارسی اشتباه شده، که البته من در اون نوشتار خودم برگردان درست اون رو هم از کردی به فارسی آوردم و نشان دادم که دروغی بیش نیست. حزب دموکرات کردستان ایران رسما و علنا از زبان دبیر کل این حزب تقاضا کرده سرنوشت لیبی در مورد ایران هم تکرار بشود. اعلام کرده که عملا کردستان باید بخش جدایی از مجموعه ایران به شمار بیاید. اگر حتی گفته بود که مثلا دولت‌های خارجی باید در اعتراض گسترده مردم ایران به دولت جمهوری اسلامی هشدار بدهند، با اینکه با این سیاست هم من مخالف هستم، دخالت در مسائل داخلی ایران هست، با این همه میتوان اون رو پذیرفت. یعنی اگر آقای هجری آمده بود و در دوران خیزش میلیونی مردم پس از انتخابات یعنی تقلب انتخاباتی سال 88 میگفت که جلوگیری کنید از سرکوب مردم و چیزی از این دست، میتوان تا حدود اون رو پذیرفت، توجیه کرد. ولی اینکه میگوید که کردستان رو منطقه پرواز ممنوع اعلام بکنید، یعنی مقدمه تجزیه کردستان، مقدمه جدا شدن بخشی از خاک ایران، این سیاست و دیدگاهی است که کسانی مانند آقای هجری و گروه‌ها و گروهک‌های دیگری که در کنار ایشان کنگره ملل فدرال رو ایجاد کردند و مدعی هستند که نمایندگان به اصطلاح اقوام ایرانی به شمار میآیند و خودشون رو نمایندگان اکثریت مردم میدانند و برخی از اونها شمار اعضایشون از انگشتان یک دست هم تجاوز نمیکنه و اونهایی که بزرگترن شاید از شمار 2 دست بیشتر نباشند و بزرگترین اونها حزب دموکرات کردستان ایران که یک پیشینه دراز هم طولانی هم دارد، اینها آشکارا تشویق میکنند که دولت‌های خارجی برای پاسداری از مثلا به اصطلاح اونها مردم کردستان بخشی از خاک ایران رو منطقه پرواز ممنوع اعلام بکنه و عملا اجازه بدهد که یک دولت خودمختار محلی در اونجا ایجاد شود. پرسش من از آقای هجری نیست. برای من آدمی مثل آقای هجری سیاستش خیلی روشن هست. بارها در صحبت‌هایی که در کنگره‌های مختلف انجام داده است، از جمله در واشنگتن در نشستی میان گروه‌های کرد که جمع شده بودند، گفته است که بحث خودمختاری کردستان یک بحث کوتاه زمان است. بحث فدرالیسم بحث کوتاه زمان است. چشمانداز ایشان ایجاد یک کردستان بزرگ از ایران، عراق، ترکیه و سوریه است و در صدای چنین چیزی هستند. بحث من با ایشان نیست. ایشان چشمانداز روشنی برای جدا ساختن بخشی از خاک ایران رو در سر میپرورانند و من باور دارم که به رویای خودشون هرگز نخواهند رسید. سخن من با اون گروه هایی است که در کنار حزب دموکرات کردستان ایران می نشینند و بیانیه منتشر می کنند، بیانیه 9 گروه، کسانی که طرفدار تمامیت ارضی هستند، کسانی که مخالف دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران به بهانه دموکراسی هستند، کسانی که به گذار مسالمت آمیز برای دستیابی به دموکراسی در ایران پایبند هستند. چرا در کنار گروهی که رسما علنا آشکارا از جدا شدن بخشی از خاک ایران پشتیبانی می‌کند و دولت‌های خارجی رو ترغیب می‌کند، تشویق می‌کند که مداخله نظامی به ایران بکنند، پشتیبانی می‌کنند، در کنار اونها می‌نشینند؟ چرا؟ پرسش من از اونهاست آیا نشستن در کنار کسانی که با چنین صراحتی از دخالت نظامی در ایران صحبت می‌کنند تایید سیاست اونها نیست؟ آیا بجا نیست که فردا 8 گروه دیگری که در کنار حزب دموکرات کردستان می‌نشینند اعلامیه‌ای منتشر بکنند و از آقای هجری بخواهند که این سخنان خودش رو پس بگیره؟ من میدانم که چنین نخواهد کرد، برای اینکه در سپهر سیاست ایران یکی از
کاستی های بسیار بسیار بزرگ شجاعت و صراحت و شهامت نظر است که متاسفانه بسیاری اون رو ندارند. این بازی با سرنوشت ایران به بهانه دموکراسی و حقوق ملی باید از سوی همه ایرانیانی که به آینده ایران، به دموکراسی، به سکولاریسم، به یک ایران پیشرو و یک پارچه میاندیشند محکوم بشود. آقای مصطفی هجری باید پاسخگوی چنین سخنانی باشند و ما نباید اجازه بدهیم که دوباره مطرح کنند که کسانی برداشت نابجایی از سخنان ایشان یا همکارانشون کردند. چه برداشت نابجایی؟ سخن بسیار آشکاری است که ایشان در گفتگو با این رسانه پروسس نیوز آنلاین کردند. بر روی فکر کردم که امروز به دلیل اینکه سخنم رو با شما در این باره آغاز کردم اصولاً به همین بحث بپردازم، به این ماجرای اقوام ایرانی، ماجرای قومگرایی در ایران و آینده ایران در ارتباط با مقوله‌ای به نام اقوام ایرانی. چند سالی است که این بحث در میان مخالفان جمهوری اسلامی روان شده، یعنی به این بهانه که در ایران ستم ملی یا ستم قومی وجود دارد، در میان مخالفان رژیم کنونی ایران این گفتگو رایج و روان شده که ما چیزی به نام اقوام ایرانی داریم و باید از حقوق اقوام ایرانی پشتیبانی کنیم، که گویا بزرگترین گرفتاری 33 سال گذشته در ایران، بزرگترین مؤلفه تبعیض در ایران در این 33 سال گذشته تبعیض فرهنگی و زبانی بوده است. گویا در این 33 سال یکی از بزرگترین گرفتاری های جامعه ما تبعیض دینی نبوده، تبعیض جنسیتی نبوده، بلکه تبعیض قومی بوده. در این راستا افسانه هم می سازند که گویا دولت کنونی ایران نماینده چیزی است به نام قوم فارس، پدیده‌ای که در تاریخ ایران اصلا وجود نداشته. ما قومی به نام فارس در ایران نداشته ایم که بر پایه اون ستم ملی از سوی این قوم بر اقوام دیگر صورت بگیرد. ما فارس زبانان داریم ولی قومی به نام فارس در تاریخ نداشته ایم. پارت ها داشته ایم، پرسه ها یا پارس ها داشته ایم در دوران پیش از اسلام، ولی قومی به نام فارس در دست کم 1000 سال گذشته، اگر بگوییم پیش از 1000 سال گذشته، پیش از اسلام، پارس ها رو شاید با فارس ها اشتباه کردند که نمیتواند بوده باشد، چیزی به نام قوم فارس در ایران نداشته ایم. اصلا دولتی هم به نام دولت فارس ها در تاریخ ایران نداشته ایم. یعنی دولتی به وسیله قومی که اینها فارس خوانده بشوند در تاریخ دست کم تا 100 سال گذشته وجود نداشته. البته کسانی که چنین سخنانی رو میگویند مدعی هستند که دولت پهلوی و دولت پس از مشروطه دولت فارس هاست و جمهوری اسلامی هم نماینده دولت یا نماینده فارس ها هست. یک نگاه به ترکیب روحانیان ایران در ایران، کنونی ایران، روحانیان شیعی، به شما آشکار می کند که بیشتر بزرگان یا نخبگان روحانیان شیعی ایران آذربایجانی هستند، از جمله رهبر انقلاب، رهبر ایران آیت الله خامنه‌ای آذربایجانی تبار است، ولی با این وجود ادعا می کنند که این دولت ستم ملی فارس هاست که بر مردم در زنجیر و سرزمین های در حال اشغال کردستان و آذربایجان و عربستان و بلوچستان و ترکمان صحرا چیرگی پیدا کرده و گویا این مردم بخت برگشته شیراز و اصفهان و نطنز و یزد و خراسان هستند که دمار از روزگار مردم آذربایجان و کردستان و خوزستان و بلوچستان و ترکمان صحرا در آوردن. همه ثروت اونها رو غارت میکنند و این ثروت رو میبرند در یزد و نطنز و کرمان خرج میکنند. عوام فریبی و دروغ بیش از این ممکن نیست. راستی این است که در 33 سال گذشته
تبعیض در ایران بسیار گسترده بوده، ولی این تبعیض قومی نبوده. این تبعیض اساساً تبعیض دینی، تبعیض در برابر یا علیه باورمندان به مذاهبی بجز مذهب شیعی، اون هم برداشت بسیار ویژه‌ای از مذهب شیعی است. در این 33 سال در زمینه تبعیض دینی مردم ایران به چندین دسته تقسیم شدند، مسلمانان و غیر مسلمانان، که تازه اون غیر مسلمانان تنها غیر مسلمانان صاحب کتاب به رسمیت شناخته می شوند. غیر مسلمانانی مانند بهائیان یا کسانی که دین ندارند اصلا شناسایی نمی شوند، دارای حقوقی نیستند. و در میان مسلمانان شیعی و اهل سنت، شیعیان دارای حقوق ویژه هستند، اهل سنت نزدیک به 20% جمعیت ایران یا 15% جمعیت ایران، هر چه درصدش باشه، دارای چنین حقوقی نیستند. هنوز در شهر بزرگ تهران با جمعیتی نزدیک به 500,000 اهل سنت، یک مسجد اهل سنت اجازه تأسیس پیدا نکرده. در جمهوری اسلامی پسوند نام حکومت اسلامی است، ولی یک مسجد اهل سنت در این شهر بزرگ تهران، پایتخت ایران که بناست پایتخت همه ایرانیان باشد، اجازه تأسیس پیدا نکرده. در میان خود شیعیان هم تبعیض وجود داره، شیعی خوب و شیعی بد، شیعی باورمند به ولایت فقیه و شیعی ناباورمند به ولایت فقیه. حتی در میان کسانی که مجتهد هم هستند، مجتهد خوب و بد تعیین کردند، کسانی رو خلع لباس کردند، کسانی رو از اجتهاد کنار گذاشتند، کسانی رو زندانی کردند از میان حتی شیعیانی که مجتهد بودند، درس حوزوی خوانده بودند. بنابراین اگر شما بخواهید به تبعیض در ایران نگاه بکنید، میبینید که یکی از مهمترین زمینه‌های تبعیض در ایران تبعیض دینی است، فقدان آزادی پرستش در ایران، که انسان‌ها بتوانند آزادانه بر پایه باور دینی و مذهبی خودشون به خدایی که به اون باور دارند، با هر برداشتی که به اون خدا باور دارند، و اگر هم باور ندارند، آزادی در پرستش داشته باشند، آزادی در نپرستش داشتن یا نپرستیدن داشته باشند. چنین آزادی هایی در کشور ما نیست. افزون بر این، ما با یک تبعیض لگام گسیخته بسیار بسیار آشکاری در ایران روبرو هستیم که در برابر اون هر تبعیض فرهنگی باید لنگ بیاندازد، و اون تبعیض جنسیتی است. نیمی از جمعیت ایران زنان دارای حقوق نابرابر با مردان هستند. هیچ زنی نمیتواند به مجلس خبرگان راه پیدا بکند. هیچ زنی دارای حقوق داده شده به مردان مسلمان نیست. حتی اگر این زن شیعی باورمند به ولایت فقیه باشد، دارای حقوقی که برای مردان شیعی باورمند به ولایت فقیه داده شده است نیستند. قانون اساسی ایران برای اولین بار، شاید بهتر است بگویم برای دومین بار، چون در قانون اساسی مشروطه هم در آغاز کار این تبعیض وجود داشت، آشکارا علیه حقوق زنان تبعیض اعمال می کند. زنان از رفتن و دیدن بازی‌های ورزشی محروم هستند، باید بیرون استادیوم امجدیه یا آزادی بمانند، حق ورود به استادیوم ها رو ندارند. در بسیاری از زمینه‌های دیگر حقوق زنان کمتر از حقوق مردان است. این تبعیضی است که در کشور ما وجود دارد. آیا به راستی طرفداران قومگرایی گمان می‌کنند که یک زن شیرازی مخالف حکومت کمتر ستم می‌بیند تا یک مرد شیعی مذهب کردتبار؟ صرف این که او کردتبار است یا آذربایجانی است بیشتر ستم می‌بیند، به او بیشتر تبعیض روا می‌دارند تا یک مثلا اصفهانی مخالف حکومت. آیا جدا فکر می‌کنید که اگر فردا کسانی روزنامه‌ای به طرفداری از آیت الله خامنه‌ای به زبان کردی منتشر بکنند جلوی اون رو خواهند گرفت؟ که نگرفتند.
آیا جداً باور دارید که در ایران اگر گروهی بخواهند به زبان ترکی در پشتیبانی از ولی فقیه برنامه‌ای اجرا بکنند جلوی اون گرفته خواهد شد؟ ولی اگر کسانی در نطنز، در مشهد، در میناب، در هر نقطه دیگری که ادعا می‌کنند فارس نشین هستند بخواهند نشستی در نقد به سیاست‌های حکومت برگزار کنند، این نشست سرکوب خواهد شد و سرکوب کنندگان نمی‌پرسند که شما از کدام تبار قومی هستید، زبان مادریتون چیست. میگویند که شما مخالف حکومت هستید. درد مشترک مردم ایران فقدان آزادی است، نه ترکیب قومی. درد مشترک مردم ایران نبودن حقوق برابر در ایران است. تبعیضی است که به طور لگام گسیخته به همه کسانی که با سیاست‌های حکومت مخالف هستند در حوزه سیاسی، در حوزه جنسیتی، در حوزه دینی اعمال می شود. اما در این میان کسانی کوشیدن در این چند سال گذشته بحث قومی رو در ایران دامن بزنند و بگویند که بزرگترین گرفتاری جامعه ما در این است که گویا کردستان از زمان جنگ چالدوران به این سوی 500 سال است که در اشغال فارس هاست. بگویند که بزرگترین گرفتاری ایران در این است که گویا مردم بخت برگشته رفسنجان و کرمان دارایی مردم تبریز و اردبیل رو تاراج کردند و به اونجا کشاندند، ستم ملی کردند، اون ثروت رو در واقع به جای دیگر بردند. حرفایی که میزنند و مینویسند و دامن میزنند به این تنش ها. جای گفتگو در این نیست که ما در کشوری زندگی میکنیم که مردم به زبانهای گوناگون مادری سخن میگویند. زبانی داریم به نام زبان فارسی که زبان مشترک اداری و ادبی سرزمین ماست، زبان مدرنیته ایران است و این خواهم پرداخت. چرا این رو میگویم؟ زبانی است که تمام نوشته های دوران مشروطه اساساً با اون زبان به جامعه معرفی شده و جالب اینجاست که بیشتر نویسندگان اونها آذربایجانی و قفقازی بودند، ولی به هر روی زبانی است که به طور داوطلبانه و مشترک در ایران پذیرفته شده. از هنگامی که در دوران غزنویان به دستور ابوالعباس فضل اسفراینی زبان دیوان سالاری ایران به طور رسمی زبان فارسی شد، در دوره غزنوی، در دوران دولت ترکمانتبار غزنوی، زبان فارسی به عنوان زبان دیوانی ایران پذیرفته شد، تا امروز ما نمونه‌ای در تاریخ پیدا نمی‌کنیم که این زبان از راه شمشیر، از راه زور بر شهروندان ایران تحمیل شده باشد. از پاره رفتارهای نادرست در دوران کوتاهی از پادشاهی رضا شاه بگذریم که مثلا کوشش میشد که میکوشیدند که جلوگیری کنند از اینکه تابلوهای مغازه ها مثلا واژه های ترکی درش باشد یا در مدارس همه باید فارسی حرف بزنن. پروژه هایی که موفق هم نشد. کوشش از بالا بود برای یک دست کردن یک مردم، کاری است که به هر حال خود اونها هم شاید پی بردند که شدنی نیست و نادرست است. و جالب اینجاست که بسیاری از کسانی که این نوع نظریه رو در اون زمان توجیه می‌کردند خود آذربایجانی بودند. کسانی بودند که با لهجه شیرین آذربایجانی فارسی رو سخن می‌گفتند. ولی اگر شما جدا از این موارد بسیار بسیار محدود به تاریخ ایران نگاه کنید، می‌بینید که زبان فارسی به طور داوطلبانه به دلیل پیوندش با دیوان سالاری در ایران پا گرفته. من هفته آینده با شما درباره دیوان سالاری سخن خواهم گفت. اجازه بدید فقط یک اشاره کوتاهی بکنم. ایران کهن‌ترین ساختار دیوان سالاری رو در تاریخ بشر دارد. یعنی ما از هنگامی که نخستین دولت‌ها در ایران شکل گرفتند با یک ساختار دیوان سالاری روبرو بودیم که تا به امروز ادامه دارد. شاید مشروطه مفهوم دیوان سالاری رو دگرگون کرد و اون رو به یک ساختار اداری مدرن تبدیل کرد. مراد از دیوان سالاری
یا سیویل سرویس این است که گروهی از مردم گاه پشت در پشت، نسل در نسل به کار دیوانی، به کار دولتی مشغول می شوند. دیوان با دربار متفاوت است. یعنی اگر در تاریخ ایران ما چیزی به نام دربار یا دستگاه پادشاهی داشتیم و در کنار اون دستگاه دینی داشتیم، یک دستگاه سومی هم وجود داشته به نام دستگاه دیوانی. این دستگاه دیوانی جدا از این که شاهی می آمد است و شاهی می رفت است و حاکمی بر حاکم دیگر پیروز می شده، اداره امور مملکت رو در دست داشته، مالیات ها رو جمع می کرده. مستوفیان بخشی از نظام دیوان سالاری بودند، اسناد رو می نوشته، کاتبان بودند، منشیان بودند، کارهای اداری رو در واقع تنظیم می کرده و پشت در پشت حتی فرزندان رو پرورش می دادند که مثلا در ساختار پست ایران که بعدها پس از آمدن اعراب به برید، اداره برید تبدیل شد ولی قبلا اداره پست بود، یا ساختارهای مالیاتی یا منشیان، پیرامونیان دستگاه دربار، کسانی که در واقع میگرداندند دولت رو، وزیران، اینها پشت در پشت تربیت می شدند و حتی کار رو از پدر به پسر منتقل می کردند. مثلا وقتی خواجه نظام الملک کشته شد، چندین تن از فرزندان او در کار وزارت سلجوقیان به بلندی رسیدند و بسیاری از اونها رو شاهان سلجوقی از میان بردند. وقتی مغولان به ایران آمدند، راهی جز توسل به این دیوان سالاران برای اداره کشور نداشتند. هنگامی که دولت غزنوی در ایران شکل گرفت، با کمک همین دیوان سالاران به ویژه در خراسان بر سرتاسر ایران چیره شدند. هنگامی که اعراب به ایران آمدند، اونها هم راهی جز توسل به دیوان سالاران و وزیران ایرانی برای اداره کشور نداشتند. بنابراین دیوان سالاری در ایران پشت در پشت، نسل در نسل در میان ایرانیان از هر تبار و تیره قومی که بودند ادامه یافته و تا مشروطه در واقع ما ناگسسترین و درازپاترین و ماندگارترین ساختار دیوان سالاری رو در دنیا داشتیم. زبان دیوان سالاری ایران از آغاز دوره غزنوی به این سوی زبان فارسی می شود. زبان فارسی دوباره سر بلند کرده بوده پس از آمدن اعراب، به زبان چیره در میان مردم خراسان تبدیل شده بوده. فارسی نخستن به اون میگفتن فارسی دری و سپس واژه دری هم از اون انداختند. هنوز در افغانستان همزبانان ما در افغانستان به این زبان فارسی دری میگویند، ولی در ایران اساساً به نام فارسی یا پارسی شناخته شده و این زبان به عنوان زبان اداری ایران، زبان دیوان سالاری ایران پذیرفته شد و از اونجایی که شاعران و نویسندگان و تذکره نویسان و تاریخ پژوهان و همه کسانی که به هر حال در پیرامون این دیوان سالاری زندگی می‌کردند میباید از راه این دیوان سالاری زندگی بکنند، گذران معاش بکنند، طبیعی است که زبان فارسی رو برمیگزینند و بسیاری از اونها زبان مادریشون زبان فارسی نبوده. زبان مادری حافظ و سعدی هم حتی فارسی که امروز ما با اون صحبت میکنیم نبوده. زبان اونها زبان ویجه‌ای بوده، زبان یکی از گویش‌های تاریخی استان فارس. نظامی گنجه‌ای، خاقانی، قطران تبریزی، بسیاری از اینها زبان مادریشون زبانی جز زبان فارسی بوده، ولی این زبان به هر روی به عنوان زبان مشترک ادبی اداری ایران پذیرفته شده. در کنار اون از زمان آمدن اعراب به ایران دو زبان دیگر هم روان بوده، رایج بوده. یکی زبان عربی است که زبان دین و برای دوران طولانی زبان دانش در ایران بوده، زبان علوم بوده، کتاب‌های علمی به این زبان نوشته می شده. نگاه کنید به آثار خوارزمی یا بیرونی یا ابن سینا. جز یک مورد در مورد ابن سینا همه کتاب‌های دانشی او به عربی نوشته شده، چون زبان
علم در اون زمان عربی بوده. زبان جنگ، زبان سلحشوری یکی از گویش ها یا چند گویش ترکیک یا آلتاییک در ایران بوده. یعنی زبان ترکی در ایران، حالا نه ضرورتاً ترکی آذری امروز ما، بلکه زبان ترکی به دلیل آمدن ترکمانان به آمدن گسترده ترکمانان به فلات ایران، این زبان سلحشوری و جنگ بوده. حتی هنگامی که دولت صفوی در ایران پا میگیرد، دولتی که خیلی ها مدعی هستند نخستین دولت ملی، حالا این واژه رو نباید اونقدرها استفاده کرد چون در اون زمان مفهوم ملی با مفهوم ملی در دوران مدرنیته متفاوت است، ولی نخستین دولت سراسری ایران پس از ایلغار مغول دولت صفوی است. این دولت به ضرب شمشیر طوایف قزلباش بر ایران چیره شد و مذهب شیعیگری رو در ایران رواج داد. این طوایف قزلباش زبانشون ترکی بوده. بسیاری از اونها حتی فارسی نمیدانستند، به ترکی صحبت میکردند، ولی زبان فارسی دیوان سالاری ایران رو نتوانستند تغییر بدهند. آیا میتوان گفت که در 900 سال از زمان غزنویان تا پیدایش دولت مدرن در ایران، دولت مشروطه و سپس پهلوی، در این 900 سال ایرانیان زیر ستم ترکمانان بودند؟ آیا دولت‌ها در ایران نماینده ستم ترکمانان بودند؟ خیر. ما در ایران با یک آمیزش قومی روبرو هستیم، آمیزش تباری و تیره‌ای روبرو هستیم، آمیزش طایفه‌ای روبرو هستیم. اجازه بدهید که پس از پخش آگهی‌ها این برنامه رو، این بخش رو، این صحبت رو با شما ادامه بدهم. آغاز نمایش سراسری فیلم تابوی ایرانی از 5 می در اروپا. باهایی ها در این انقلاب باهای خیلی سنگینی پرداختن. خروجی مردم یا حرکت یا اسلام، یا حرکت یا اسلام. اتهام مشترک اینو در اولین دادگاه چی بود؟ مشترک گفتن جاسوس اسرائیل. هر کی هسته کمپلتمان میگن اینا جاسوسن. برای درس خوندن که لازم نیست آدم حتما مسلمان باشه. چرا اجازه نمیدیم برم دانشگاه؟ وقتی نمیدونی آینده بچه چی میشه، آینده یه دختر 14 ساله چی میشه، همه کسایی که دوستشون داری و باید بذاری و لندن 5 می، کل 5 می، برلین 6 می، استکهلم 11 می، گوتنبرگ 13 می، پاریس 14 می، کوپنهاگ 16 می، اوترخت 26 می، پاریس 2 جون. برای اطلاعات بیشتر به سایت iraniantabu.com مراجعه نمایید. با جواهرات انجی بدرخشید، زیبایی، شکوه و شیک پوشیدن را تجربه کنید. جواهری ناب اولین فروشگاه اینترنتی در ایران می باشد. دوستداران جواهری ناب می توانند نظاره‌گر برنامه‌ها از طریق تلویزیون‌های ماهواره‌ای، فیسبوک و یوتیوب باشند. دفاتر انجی سفارشات شما را در آمریکا، کانادا و دبی طی 3 روز کاری ارائه می‌دهد. طراحی زیبا و کیفیت عالی فقط در انجی. اطلاعیه مهم مرکز منطقه‌ای شیکاگو.
مرکز منطقه‌ای شیکاگو تایید شده وزارت امنیت ایالات متحده آمریکا با داشتن پروژه‌های تایید شده اداره مهاجرت آماده همکاری با سرمایه‌گذاران ایرانی و متقاضیان گرین کارت آمریکا با شرایط اقساط میباشد. دفاتر در شیکاگو، دبی و چین. برای اطلاعات بیشتر با تلفن فارسی زبان این دفتر 201 312 427 0911 تماس حاصل فرمایید. انتظارها به پایان رسید و رویاها به حقیقت پیوست. بار دیگر آژانس مسافرتی امیری اولین و بزرگترین برگزار کننده تورهای تفریحی با 48 سال سابقه درخشان برگ برنده دیگری را رو می کند. تور بزرگ امریکا بدون واسطه و مستقیم از ایران، شامل اخذ ویزای 6 ماهه توریستی، اقامت در لوکس‌ترین هتل‌های 5 ستاره، تورهای تفریحی و ساحلی کنار دریا و دیدن شهرهای بزرگ امریکا: واشنگتن، نیویورک، سان فرانسیسکو، لاس ویگاس، لس آنجلس و عروس جزایر دنیا هاوایی. از این فرصت استثنایی استفاده کنید و به امریکا سرزمین فرصت‌های طلایی بیایید. تلفن‌های تماس 201 818 758 2626 و 201 818 802 2086. آژانس مسافرتی امیری. Right here, hey, I remind the gentleman, the last, that we required that information. That wasn't enough. Then I come from here and get that wasn't enough. Keep organizing. Get this thing done. Look at the documents. There's no chance that you can learn. Cost any money. Way over the button. Excuse me. We're all here in black and white. Last January, you have a point to make. Right, you're not paying attention. I hate the part of your behavior. I sit down. I have something to say. با درودی دیگر باره به شما همیهنان گرامی به رشته گسسته کلام برمیگردم. یکی از پیامدهای آمدن اعراب به ایران و پیدایش امپراتوری بزرگ اسلامی در این بود که در همون سده‌های پس از اسلام، بدونی که بخواهم به ارزیابی از این بپردازم که آیا این آثار مثبتی در جامعه ایران داشت یا نه، ولی یکی از پیامدهای پیدایش امپراتوری اسلامی در این بود که با از میان رفتن مرزهای تاریخی دولت ساسانیان، کوچ گاه مهاجمانه اقوام یا دسته های ایلی بیرون از فلات ایران به فلات ایران و از جمله به مناطق مرکزی فلات ایران و حتی به آذربایجان و نقاط دیگر شتابانتر شد. با پیدایش دولت غزنوی در ایران، نخستین دولت ترکمان قز یا اوغوز در ایران به فرمان روایی رسید و از اون زمان تا زمان مشروطه تقریباً در همه دورها جز یک دوره کوتاه فرمان روایی لور یا کرتباران زند، فرمان روایی در ایران اساساً در دست گروه‌هایی بود که یا خود برخواسته از تبارها و تیره‌های دسته‌های ایلی ترکمان بودند یا به ضرب شمشیر ترکمانان
دسته های ترکمان تبار در ایران به قدرت رسیده بودند، مانند صفویان که خودشون ترکمان تبار نبودند ولی به هر حال با قدرت ترکمانان در ایران به فرمان روایی رسیدند و تا پایان کار هم دسته های قزلباش در کانون فرمان روایی ایران قرار داشت. در دوره سلجوقی کوچ این گروه از ترکمانان که سلجوقیان بودند به سرتاسر فلات ایران و از فلات ایران به سوی آناتولی شتابان شد و یک دولت توانا و سراسری به نام دولت سلجوقی که باز ترکمان تبار بود در ایران پیدا شد. پس از اون هم آمدن مغولان دسته های تازه ایلی رو به ایران روانه کرد، دسته هایی که اینها مغول تبار بودند و نه ترکمان تبار، یا شاید هم ترکیبی بودند از ترکمانان و مغولان. آخرین دولت مغول ترکمان تبار ایران قاجاریه بود. اینها قجرنویان ها یا بازماندگان قجرنویان که با یکی از طوایف قزلباشی بودند که در به فرمان روایی رساندن صفویان نقش بسیار اساسی داشتند، اینها به قدرت رسیدند. یکی از تیره های اونها، یکی از دسته های قاجار به قدرت رسید و عملاً آخرین دولت ایلی کشور ما بود. بنابراین اگر ما بخواهیم به تاریخ ایران بازگردیم تا زمان مشروطه، تا سپید دم مدرنیته در ایران، ما پدیده‌ای به نام قوم فارس یا فرمانروایی فارس ها در ایران اصلا مشاهده نمی کنیم. وجود خارجی نداره. دولت ها در ایران، فرمانروایی ها در ایران یا اشاره کردم یا ترکمان تبار و مغول تبار و از این دست هستند و یا به لطف شمشیر اونها بر سر کار آمدند. همه اینها هم به هر حال ایرانی شدند. یعنی در فرایند آمیختن با این جامعه ما با یک پدیده تازه‌ای روبرو هستیم. چیزی به نام ایران آریایی وجود خارجی دیگه نداره. شاید پیشتر هم وجود خارجی نداشته، شاید بیشتر در تصور پاره‌ای از پژوهشگران یک دوره‌ای از تاریخ ایران اساساً آریایی بوده، چون هنگامی که آریایی ها هم به ایران میآیند باز ما اقوام یا دسته های ایلی غیر آریایی در این سرزمین داشتیم. ولی به هر حال بدون اینکه بخوام به تاریخ دور ایران بپردازم، این واقعیتی است که در درازای سالهای از زمان آمدن اعراب به ایران تا آستانه مشروطه ما با یک ترکیب در هم آمیخته قومی روبرو بودیم. چرا میگویم ترکیب در هم آمیخته؟ برای اینکه در تمام دورانهایی که یک دسته ایلی بر ایران حکومت میکرده، یا به اجبار یا داوطلبانه دسته های ایلی دیگر در ایران کوچانده می شدند یا خود آنها می کوچیدند، یعنی کوچ می کردند. مثلا در دوره شاه عباس آمدند بخشی از افشارها رو از آذربایجان به خراسان منتقل کردند. از میان همین دسته افشارهایی که در بخشی از خراسان بودند، نادرشاه افشار برخاست و دولت افشاران رو در ایران بنا گذاشت. ترکمانان قاجار رو از آن سوی رودخانه ارس کوچاندند و برای جلوگیری از هجوم دسته های دیگر ترکمان به منطقه‌ای که امروز گرگان یا ترکمان صحرا شناخته می شود به اونجا بردند. در واقع اونها رو در اونجا جای دادند تا پاسداران این بخش مرز ایران در مقابل هجوم دسته های دیگر ترکمان بیرون از خاک ایران اون زمان باشند. در اون زمان مثلا ازبک ها همسایه ایران بودند. برای جلوگیری از هجوم ازبک ها دسته های دیگری رو به سرزمین های نزدیک ازبک ها کوچاندند. امروز میدانیم که در خراسان که قرار است سرزمین فارسستان ایران باشد، که البته واژه بسیار نادرست و بی‌پایه‌ای است، ولی در این خراسان که زادگاه زبان فارسی است یا زادگاه بازگشت یا سرزمین بازگشت زبان فارسی است به گونه‌ای که میدانیم،
دسته ها به ایلی گوناگونی زندگی می کنند. بخشی از این خاک خراسان سرزمین زندگی دسته های ایلی ترک زبان در ایران هست، ترکمان تبار در ایران هست. نگاه کنید به ترکیب مثلا شهر قوچان، بسیاری دسته های کرد تبار به این منطقه کوچانده شدند. دست کم 200 دسته ایلی کرد تبار در خراسان زندگی می کنند. هزاره‌ای ها، گرجی تباران، تاجیک ها، بسیاری گروه های ایلی عشیره‌ای از گذشته دور و نزدیک در خراسان زندگی می کنند. برخی از اونها هویت ایلی خودشون رو از دست دادن و شهرنشین شدند، ولی بسیاری از اونها هنوز به زبانهای بومی و مادری خودشون سخن میگویند. نمونه قوچان رو که اشاره کردم نمونه بسیار جالبی است. در اونجا فارسی و ترکی و کردی و تاجیکی همه سخن گفته می شود. این ترکیب تاریخی واقعی جامعه ایران بوده و به تدریج که زندگی شهری در ایران رشد پیدا کرده، آمیزش‌های خانوادگی هم میانه کسانی که پیشینه‌های ایلیاتی یا قومی متفاوت داشتند، اگر این واژه قومی درست باشد، دست کم پیشینه‌های ایلی گوناگون داشتند، پیشینه‌های زبانی مختلف داشتند، حتی در چارچوب خانواده رشد کرده. ما این رو در خراسان، در آذربایجان، در تهران، در سرتاسر ایران می‌بینیم. پدر از گوشه و مادر از گوشه دیگر است و چه بسا پس از یکی دو نسل زبان فرزندان با زبان پدر بزرگ و مادر بزرگ متفاوت می شود. در ایران بزرگ در کنار زبان فارسی که زبان چیره بوده است، نزدیک به 900 گویش و زبان در میان مردم وجود داشته و هنوز هم وجود دارد. برخی از این زبانهایی هستند که از نظر استرکتور زبانی، ساختار زبانی با زبان فارسی از بنیاد متفاوتند، ولی نه ترکی اند، نه عربی اند و نه کردی. در همین اطراف سمنان، در مرکز ایران، شما با زبانهای آشنا می شوید، با گویشهای آشنا می شوید که اگرچه مثلا با زبانهای ایرانی مانند فارسی و کردی نزدیک هستند، ولی زبان متفاوتی هستند. شما اگر دیوان شعر نیما یوشیج رو، دفتر شعر نیما یوشیج رو به زبان مادری او، یعنی زبان تبری، زبان مازندرانی بخوانید، اگر تهرانی باشید و به زبان مازندرانی آشنا نباشید، به همون اندازه این دیوان شعر رو میفهمید و درک میکنید که مثلا شعر کردی بخوانید. یعنی برای شما بیگانه است و این زبان یکی از زبانهای زنده موجود در ایران هست. حتی گیلکی، این تصور که گویا مثلا مردم رشت با لهجه صحبت می کنند نابجاست. زبان متفاوتی از زبان فارسی دری است. واژه‌های مشترک در میان این زبانها وجود داره، ولی اینها زبانهای متفاوتی است. اشاره کردم نزدیک به 900 گویش در سرتاسر ایران وجود داره که زبان فارسی در واقع یک نخ تسبیحی است که این مردم رو در درازای تاریخ تا حدودی به هم وصل کرده، ولی زبانهای مادری به زندگی و حیات خودش ادامه داده. آنچه که از زمان آغاز مدرنیته در ایران پا گرفت و بسیار هم ارزشمند بود، پیدایش جامعه مدرن با گذر از ساختار ایلی همراه بود. یعنی مدرنیته رو شما نمیتوانید با حفظ ساختار قومی ایلی بنا کنید. طبیعی است که یک جامعه مدرن در درونش مردمانی از تیر و تبارهای گوناگون زندگی می کنند، ولی سرانجام به یک جامعه مدرن، جامعه مدنی، جامعه شهری تبدیل می شود که این جامعه با وجود تنوع زبانی جامعه واحدی است. نگاه کنید به ترکیب کشوری مانند ایالات متحده. در اینجا ایتالیایی تبارها، لهستانی ها، فرانسوی ها، آلمانی ها، انگلیسی ها، ایرلندی ها همه به اینجا کوچیدند، ولی سرانجام اینها آمریکایی شدند. اگرچه ممکن است کسی بگوید که من تبار خاندانیم ایتالیایی است، ولی ایتالیایی تبارها دارای حقوق سیاسی ویژه در این سرزمین نیستند.
اینها حق دارند زبان مادری خودشون رو حفظ کنن، به فرزندانشون رو آموزش بدهند، ولی حقوق ویژه قومی کسی در این سرزمین برای اونها قائل نیست. چون لهستانی تبار هستند، مثلا باید بخشی از شهرداری شیکاگو که بخش بسیار بزرگی از لهستانی تبارها در اونجا زندگی میکنن در اختیار اونها باشد. در این جوامع مدرن به این حرفها خواهند خندید، اینها رو عقب مانده میدانند. ما در عصر مدرنیته و پیدایش دولت مشروطه چنین کوششی رو آغاز کردیم که دولتی فرا قومی بسازیم، فرا ایلیاتی بسازیم، جامعه شهری بنا کنیم، قوانین شهری بسازیم، حقوق شهروندی رو بهش احترام بگذاریم که حقوق فرا قومی است، فرا ایلیاتی است. در ساختار حقوق شهروندی که مدرنیته در واقع اون رو به جامعه ایران از اروپا معرفی کرد، چیزی به نام حقوق قومی وجود ندارد، بلکه حقوق بشر هست، حقوق شهروندی است که البته در آغاز به نام حقوق شهروندی آغاز شد و سرانجام در تکامل خودش به حقوق بشر رسید. زیبایی انقلاب مشروطه درست در همین است که کوشید ساختار تاریخی ایلیاتی جامعه ایران رو مدرن بکند. به همین دلیل هم وقتی دولت پهلوی تشکیل شد، از اون جایی که این دولت ایلی نبود، اگرچه هر سه همسر رضا شاه که همه شاهزاده های پهلوی از اون سه همسر به دنیا آمدند یا ترکمان قاجار بودند یا ترکمان آیرملو، ولی دولت ترکمان تبار نبود. به همین دلیل هم وقتی این دولت تشکیل شد، چون پیشینه ایلیاتی نداشت، نمی توانستند مانند قاجاران یا زند یا دولت‌های دیگر نام اون دسته ایلی رو بر این دولت بگذارند. رفتن دست به تاریخ زدند، به تاریخ رجوع کردند و نام پهلوی رو از تاریخ انتخاب کردند و بر این سلسله و بر این خانواده گذاشتند. اینکه چگونه این گزینش به وجود آمد مورد بحث امروز من نیست، ولی به هر روی از دوران مشروطه 15 سال پیش از پادشاهی رضا شاه، از دوران مدرنیته 30-40 سال پیش از فرمان مشروطه، فکر پیدایش دولت مدرن بر پایه حقوق شهروندی و نه حقوق قومی، نه اشرافیت و نخبگی در میان دسته های ایلی و عشیره‌ای، بلکه حقوق شهروندی در ایران پا گرفت و دولت مشروطه دولت مدرن ایران بود، آغاز دولت مدرن ایران بود. و در ساختن این دولت مدرن مردم آذربایجان و قفقاز، ایرانیان قفقاز، نقش بسیار بسیار برجسته‌ای داشتند. اصلا ناسیونالیسم ایرانی، این کودک نوپای ناسیونالیسم ایرانی با لهجه ترکی آذری متولد شد. در میان پایه‌گذاران و نخبگان پیدایش ایران نو و ناسیونالیسم ایرانی شما کمتر به نخبگان شیرازی و اصفهانی برمیخورید. شاید یک کرمانی، آقاخان در میان اونها بتوان به او اشاره کرد. یکی دیگر ارمنی زاده است، میرزا ملکم خان از اصفهان. دیگر اونها یا آذربایجانی هستند یا از ایرانیان قفقاز. بنابراین این سخن که گویا در هنگام پیدایش دولت مدرن در ایران چیزی به نام فارس ها بر جامعه ایران چیره شده، افسانه و دروغ است، پایه در راستی های تاریخ نداره. این رو درست کردند برای اینکه ستیز قومی رو در ایران، ستیز میان دسته های زبانی رو در ایران رواج بدهند، دامن بزنند اون. حتی در حوزه اقتصاد ایران، در اقتصاد کلان ایران، آذربایجانی ها هم همواره در کانون اقتصاد و سیاست کلان ایران بودند. نگاه کنید به پیدایش ارتش مدرن در ایران. یکی از مهمترین نمونه های چیرگی یک قوم، اگر چنین چیزی اصلا وجود داشته باشد، اگر ارتش یک کشور یا نیروی نظامی یک سرزمین نشانه قدرت یک نیروی معین در جامعه باشد، در پیدایش ارتش مدرن ایران شما دو سرگرد شیرازی هم پیدا نمی کنید.
دو تن از بزرگترین پایه‌گذاران ارتش مدرن ایران، یکی شیبانی آذربایجانی است، دیگری جهانبانی قاجار تبار. آیا ارتش ایران نماینده آذربایجانی ها و قاجاران بوده؟ خیر، ارتش ایران بوده. ولی اشاره به این موارد میکنم برای اینکه بدانید جعل در تاریخ صورت گرفته و امروز هنوز تکرار میشود. حتی در میان مخالفان دولت، چه در زمان رژیم گذشته چه امروز، ترکیب بیشتر گروه های چپ ایران آذربایجانی تبار بوده. هم امروز هم نگاه کنید به ترکیب رهبری سازمان چریک‌های فدایی اکثریت، حزب توده. بسیاری از رهبران برجستون از آذربایجان برخاستند. بسیاری از رهبران برجسته جبهه ملی از کردستان برخاستند. سنجابی، اردلان، اینا کردتبار بودند. چرا این رو اشاره می کنم؟ چون واقعیت تاریخی جامعه ایران واقعیت این ترکیب است. ترکیب آمیزشی است که نه تنها در زندگی سیاسی و اقتصادی ایران کاملا میتوان اون رو دید، بلکه حتی در زندگی خانوادگی هم میتوان اون رو دید. ولی امروز کسانی به جای اینکه بر حق آزادی فرهنگی پافشاری کنند، بر حق آزادی زبان مادری پافشاری کنند و بگویند در کنار زبان فارسی همه مردم ایران دارای این حق هستند که به زبان مادری خودشون سخن بگویند و زبان مادری خودشون رو پرورش بدهند، میخواهند ایران رو به دوران پیش از مشروطه، به دوران پیش از مدرن ببرند و جنگ قومی به راه بیندازند. تا هفته آینده روز و روزگار بر شما خوش باد.